این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراش در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. درس امروز و این جلسه پیرامون خصوصیت سوم حضرات انبیاء علیهم السلام، یک معنا و یک وصف که به جز در پیغمبرها علیهم السلام در دیگر هیچ شخص و هیچ فرد از افراد امتها موجود نبود و او عبارت از عصمت، معصومیت از گناه، چون که خداوند تبارک و تعالی پیغمبرها را مقتدای امت قرار داده. هر پیغمبر مقتدای امت خود که به روش گفتار او، کردار او، منش او و عقیده او عمل او، جز رفتار و کردار و اقوال پیغمبر علیه السلام دیگر رفتار و کردار از آن خود نکنند. پس بی‌خاطر میبایست که در پیغمبر او دو چیزی که مقتضا بودن او را و خلل مواجه میکنه نبوده. خداوند میفرماید که وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. گفته پیغمبر هر پیغمبری که باشد علیه السلام، رفتار پیغمبر اینا همگی نباشد از جانب پروردگار، تأیید خداوند متعال. پس نباید در گفتار و کردار او چیزی باشه که خلاف رضای پروردگار بوده، زیرا این پیغمبر که رضای پروردگار با ما بیان می‌کند. چه چیز سبب رضای پروردگار است، چه چیز سبب نارضایتی پروردگار. اگر قرار باشد که از پیغمبر معاذالله کدام زشتی سر بزند، کدام بدقولی و بدکرداری سر بزند، چگونه میشه او مقتضای امت خود باشد؟ نبی الله علیه السلام محمد مصطفی پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و سلم که الگوی تمام جهان بشریت است، خصوصا نسبت به مسلمانها. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. چگونه میشه که از پیغمبر معاذالله فعل، حرکت یا یک قول سر بزنه
که او مخالف با رضای خدا بشه. پس همونطوری که خود ما و شما به خاطر اینکه وکیل، سفیر و کفیل مقرر بکنیم از برای خود نسبت به این معاملات شخصی میپاییم دنبال یک نفری که امین باشه، میپاییم دنبال یک نفری که راستگو راست کردار باشد، در امور خلل نباشد. پس چگونه خداوند تبارک و تعالی یک فرد را که معاذالله ملوث به گناه باشد و در پیغمبری و نسبت به وجود گناه مردم طعنه بزنند، این چگونه نفری که پیش امام شده، نسبت به پیش امام کوشش میکنیم که یک نفری باشه که از این قبیل معصیت ها چرسی نباشه، بندی نباشه، خودری نباشه، فحاش نباشه، لعان نباشه. این چیزها رو میسنجیم ما و شما نسبت به این افراد. پس خداوند تبارک و تعالی چگونه افراد را به خاطر مقتدا بودن، به خاطر ارشاد و رهنمایی به سوی خود برمیگزیند. معلومه که فأنبته الله نباتا حسنا، خداوند تبارک و تعالی او مستقیم به زیر پرورش خود رب العالمین و نسبت به پیغمبرها خود بالکل دیگر او رب باشد، پرورش دهنده باشد، به ترتیب بسیار نیک پرورش که همین پرورش نیک از ابتدا، نه بعد از که بعد از خود پیغمبری، از ابتدا ابو جهل که بشنوه نام محمد مصطفی علیه السلام میگه لا نشک فی امانته، لا نشک فی صدقه، ما جربنا علیک کذبان، بر شما تجربه دروغ نداره. حضرت خودسالی محمد امین، محمد صدوق علیه السلام لازم از پیش از پیغمبر شدن، از اون آن طفولیت گاهی اوقات شق صدر هم میشه، چنانچه که نبی ما محمد مصطفی علیه السلام شق صدر شده در صبر و بالکل اتفاق حضرات علما رحمهم الله. چهارمبار هم بعضی از حضرات علما و اهل سیرت قول میکنن که شق صدر یا همین به چی خاطره؟ خاطری که نظر پیش بکنه خداوند تبارک و تعالی که از لحاظ اخلاق و سیرت و کردار و گفتار او مأمون باشه، هر کس او را بپذیره از این آمد دی که باز بعدا پیغمبری او را نمیپذیره، او مسئله بدونه عناد، تکبر و به خاطر از دست دادن جان، مال و منال و عزت و ثروت این کار را نمیکنه. از به این خاطر عقیده اهل السنة والجماعه رحمهم الله اینه که پیغمبرها علیهم السلام از همون اول که بالغ میشه تا بعد از بعثت به هیچ آن از آن زندگی خود معصیت کبیره انجام نداده، مطلقاً، یعنی نه قصداً و نه سهواً، مطلقاً یعنی نه قبل از نبوت و نه بعد. هیچ پیغمبر مرتکب گناهی نمی‌بینه، یک شرک بکنه معاذالله، یک زنا صادر بشه معاذالله، فلان غیبت، غیبت و بهتان و کبر و عجب و این چیزها بالکل در دامن و در ماحول پیغمبر بالکل نمی‌کنه. خیلی نسبت به گناه صغیره هم پیغمبر
هیچ وقت گناه صغیره را عمدن انجام. او چیزی را که خلاف مروت و جوانمردی باشد، در حال راه رفتن نمودن راه میرن کنار میخورد و همین ترتیب بعضی از نشست و برخاست‌هایی که با مروت و با جوانمردی حقیقی و واقعی منافات داشته باشد از پیغمبرها بالکل صادق نشده باشد. این بی معنی که خداوند تبارک و تعالی در پیغمبر خود یک صفت، یک حالت به وجود میاد. سخن مثلا این حالت وقتی که بگیم پیغمبر بالکل از او گناه کبیره صادر نشده، نه پیش از پیغمبری، نه بعد از پیغمبری، نه پسخن مانه سرمان آقادان، هیچ نوع خلاف مروت از او نشده، یعنی به اختیار خود انجام نداده، به اراده خود انجام نداده. یعنی خداوند تبارک و تعالی در او یک حالت به وجود آورده که طبعا او ضد و مخالف با گناه، طبعا طبیعت او متنفر از گناه، طبیعت او می‌فرماید که من به طرف خود انجام اعمال صالحه، یعنی رغبت به طرف حسنات و بد بردن از خود معصیت‌ها، او به اراده پیغمبر، به اختیار پیغمبر، به اساس این حالتی که در یک نفر نهاده شده. اینطوریه که پیغمبر معنی عصمت در او یعنی ای که باز داشته باشه پیغمبر یک نیروی جاذبه موجود باشه که دل پیغمبر برماز تا به طرف گناه ارتباط هست دیگه دست دور بگیرن. اینطور حالت رو میتواند بگیر سراده خود از گناه ها طرف بگیر. خیلی از حضرات اولیاء کرام، علماء ربانی، صلحای امت از گناه متنفر، بعد میبره از که دامن او عرض و آبرو و حیثیت رو و معمولی چیز ملوث باشه، از اون چیزی که مورد تهمت قرار بگیره این نفر خود رو باز بده. مبادا اینطور باشه، مبادا اینطور باشه، مبادا چنین و چنان باشه که نسبت به امت حیا باشه، حیای دینی. مبادا عرض و آبرو مورد خطر قرار بگیره. در پیغمبر یک حالته که به اختیار اراده خود این چیز داره تو موجوده بایی موجود این که بگیم به اختیار و اراده خود به طرف حسنات میره و از سیعات و از بدیات طرف میره. چرا؟ اگر زورکی می بود عصمت جب را تقاضا میکرد، مجبور میکرد پیغمبر را برای اینکه گناه نکند خصا بنویسد و پیغمبر در ترک گناه سه دلیله. به اینکه عصمت اختیاریه، یک نفر قادره به اینکه گناه بکنه، لیکن یوسف صدیق و علیه السلام میگه خدایا من از چنگال اینها بارم ورنه من میرم به طرف نیزنها. اگر رحمت تو نباشه من دامنم ملوث میشه. از همین که باز میدار خود و از با وجود خود این صاحب شما یک کسی که حینینه، یک کسی که آله تناسبی از او حرکت نداره، این بزن رغبت نداره تا اینکه بگیم چون که این نفر زنانه میکنه
پس به این خاطر به این ثواب برسه. خب نمیتونه بذارم کور میباشد، نابینا میباشد نه به این نفت ثواب نمیرسد، دیگه درون به نامحرم نظر نکن، نمیتونه نظر کن. پس نتوانستن غیر از توانستن و نکردن. یک نفر چشم دارن ولیکن پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که یا علی لا تتبع النظرة عن نظرة. بعد از اینکه مصادفتا تصادفی چشم تو با نامحرم خورد قصداً باز با نامحرم نظر نکن، یعنی قصدی نظر کردن که بدانه یک نفر ولی که بازم چشم خود را فرو ببنده، این خیلی مداره، این صاحب ثواب میشه. لازم پیغمبرها در ترک منهیات ممدوح نباشه، یعنی مدح بشه پیغمبر. در ترک منکرات و سیئات پیغمبر ثواب او میرسه. پیغمبر تنها مکلف به عبادات نیست که انجام بده عبادات را، بلکه دو چیز مثل امت خود مکلف اون باشه که به انجام محمول بیان، دیگری به ترک منکرات. پس از این حیثیت هم به پیغمبر فایده میرسه، ترک منکرات نکنه. اینطوریه که در امت دو جنبه باشه، در پیغمبر یک جنبه باشه، چون جنبه دیگر را پیغمبر توانایی نداره، توانایی داره. لحاظ عصمت حضرات علما رحمهم الله می‌فرماید که العصمت لا تزیل المحنة. عصمت پیغمبر تکلیف را از او برنمی‌دارد. عصمت پیغمبر محنت تکلیف، مشقت تکلیف از او برنمی‌دارد. او مکلف بی که چشم به نامحرم نکند، مکلف بی که به طرف معصیت نرود، با اینکه مکلف است. این عصمت بیرون که با اراده خود، با اختیار خود و اساس همون حالت مبارکه که در او نهاده خداوند تبارک و تعالی از این چیزها متنفر. شبیه عصمت و پایین‌تر از درجه عصمت حفظ نباشد. گفتیم که بغیر از پیغمبرها دیگر کس معصوم نیست. علی مبارک رضی الله عنه معصوم نیست، حضرت حسن حسین معصوم نیست، ائمه 12گانه اهل تشیع معصوم در نزد اهل سنت والجماعت نیست. نهایتاً نسبت به اولیاء الله، نهایتاً نسبت به صحابه مبارک رضی الله عنهم اجمعین محفوظیت محفوظ است. یعنی خداوند تبارک و تعالی او توفیق می‌دهد که خود را حفظ بکنه از گناه. اما ولی تا پیغمبر فرق دارد. الولی قد یزنی، ولی هم گویا خود زنا بکنه. زنا بکنه بیمانه که گویا خود مرتکب معصیت نشه، ولی هم فرق او با سایر افراد امت که ولی از خواص امت و یکی دیگر عوام امت میباشد، عامه امت میباشد که به ولی خداوند تبارک و تعالی زودتر توفیق می‌دهد که با گناه خود پیموند. که من امروز این ساعت مرتکب همین جنایت شدم، مرتکب همین معصیت شدم که توبه بکنم. اما عامه دیگر گویا خود تا با آخر عمر مرتکب همون معصیت میشه، چی که از معصیت مباح بکنه. اما پیغمبر و پیغمبرها علیهم السلام هیچگاه مرتکب گناه کبیره و به هیچ نحوه مرتکب گناه صغیره عملا نشده و نداشت. به اختیار اراده خود
طبیعت رو متنفر باشه. باز همچنان جناب حضرت مجدد المزانی رحمه الله و بقیه حضرات اولیاء کرام رحمه الله میفرماند که حضرات انبیاء علیهم السلام اونا همیشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر میباشند، یعنی در بارگاه پروردگار همیشه حضور داره. کسی که همیشه به پیش پادشاه نشسته باشه از همیشه در هر آن او کوشش میکنه بگی که حالت او، هیئت او و گفتار و کردار او مطابق با رضای پادشاه باشه. او همیشه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر باشه. هرچه که اولیاء الله این تردد داره، میرن میاید. همین ترددها باعث میشه که گاهی اوقات و اساس غیبتها که قائم از اون حالت حضور مرتکب معصیت بشه. از فرق شد در مابین اولیاء الله و در مابین حضرات انبیاء الله علیهم السلام. یکی درجه معصومیت، دیگری درجه محفوظیت می باشد. و به این خاطر حضرات علما رحمه الله، علامه علی قاری هروی رحمه الله می‌فرمایند که انبیاء الله افعالشون از 4 صفت خالی میاد. یا فعلشون فرض، یا فعل آنها مستحب، یا فعل آنها مباح، یا زلت و یک لفظش از او صادر بشه. و ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن الارض عبس و تولی ان جاءه الاعمى. از پیغمبرها هم زلت و لرزش وجود دارد. از 4 نوع فعل دارد پیغمبر. نسبت به 3 نوع فعل، اگر فعل پیغمبر فرض باشه، اگر فعل پیغمبر سنت و مستحب باشه، اگر فعل پیغمبر درجه مباح باشه، اینا ما شما امت هم به اون ترتیب فرض که اتباع کنیم، سنت و مستحب که اتباع کنیم، مباح که اتباع کنیم. مثلا مذاق کردن که ما شما میگیم پیغمبر خدا علیه السلام هم مذاق کردن، اما مذاقی که مشروط به شرایط هست، آبروی کسی خطر نبوده، دروغ نباشه، کثرت مذاق نباشه، قرآن از این چیزها. پیغمبر هم مذاق کردن، این مباح درجه عبارت از برای موجمان مباح بکنیم. اینکه تداعیمون و هم مذاق میکنیم پیغمبر علیه السلام. ولیکن یک چیز که اگر پیغمبر کار مباح را انجام میده، لال تربیه نفسه به خاطر اینکه نفس خود رو راحت بکنه و یا شاد بکنه. گفته ما شما شادمانی نفس در پیغمبر مطرح نیست، بلکه ترویج امته و للاباحه و لإراحة الامته، بخاطر که اباحت به قلب امت خود برمید. خدایمان که پیغمبر انجام داده علیه السلام و ما از کجا فهمیده میشه که این صحیح یا ناصحیح؟ لازم پیغمبر اگر مباح را انجام میده نه بخاطری که شاف باشه نفس نداره، نه بخاطری که با امت رخصت بیاد. یعنی با رخصت پروایی نداره اگر شما این کارو کنید. ببینید از این 3 نوع فعل پیغمبر این بباشه متبع به اون ترتیب فرض و سنت و مستحب و مباح. زله پیغمبر باید پیغمبر از پیش اون لفظش صادق میشه. عبس و تولی گفتیم حضرت پیغمبر خدا علیه السلام عمرو بن مکتوم که میاد خود را ترش میکنند و تولی اعراض میکنند که وقت آمدن که تو آمدی اینجی ابو جهل و شیبه و قطبه و فلان کلامهای
کافرها در مجلس خصوصی با ما نباشد. لیکن نسبت به شأن پیغمبر چون مناسب نبوده. علی خداوند عتاب عطوفانه مهربانانه و لطیفانه پیغمبر خود میکنه. از این قبیل پیش از اینکه غنیمت مباح باشه با امت اسلامی و میبایست کشتن کفار باشه، پیغمبر به مشوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمل میکنه. این میشه لفظش پیغمبر. اما لفظش پیغمبر به مثل لفظش مجتهد نیست. مجتهد گاهی وقت میشه که تا آخر اون برای خبر باشه. در یک مسئله که استنباط میکنه از یک آیه یک حدیثه و استنباط رو خطا رفته باشه و تا آخر برو فکر باشه. گاهی وقت رجوع میکنه. امام شافعی چندین قول داره، یک قول اول یک قول دوم. امام اعظم رحمه الله چندین قول داره، یک قول اول یک قول دوم نسبت به مسائل مختلف. در این مسئله رجوع کرد، اصل این مسئله دیگه و حکم دیگه. اما گاهی وقت میشه که تا آخر به اون قول خود باشه و قول رو خطا نسبت به مجتهد. اما نسبت به پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا هر پیغمبر دیگه اگر لفظش از پیش رو میشه فرطور خداوند تبارک و تعالی بر لفظش او را تنبیه میکنند. آیه فرستاده که عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض واقع وارد مبارک. چرا حضرت مجدد البزرانی رحمه الله وحی روایت کرد که چرا از پیغمبر همین زله بیاد، همین لفظش بیاد، لفظش هم نمیامده. یعنی یک حکمت پروردگار که اگر چه این پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدارج انسانیت با آخرین مرحله با کله اوج رسانی، لیکن باز هم بنده خدایی، باز هم با تحت تصرف خدایی، باز هم محتاج خدایی. پس به خاطر اظهار عبودیت یعنی هم بنده هم درسته پیغمبر هست که بنده محتاج خدایی که پیغمبر هم میگه اللهم اغفرنی، پیغمبر هم نیمه شب دعا بکنه که خدای من رو بخش. از این شد باید سنده و لفظش از پیغمبر صادر میشه که از همون لفظش حیثیت ها داره، فرق میکنه حیثیت ها. اگر یک نفر یک کار انجام بدن تا به این که یک پیر یک عالم ربانی یک کار انجام بده فرق داره. نسبت به اون نفر مردم قدر واکنش نشون نمیدن، لیکن نسبت به یک عالم ربانی یا پیر سلادانی اگر این اون فعل انجام داد نسبت به اون همه چیش ها چارتیش میشن. چری داشتن؟ چری نبری بکنن؟ پس همون گفته مشهور که حسنات الابرار سیئات المقربین، هرچه مرتبه بالاتر میره باید که مواظبت از خود نسبت به حالات خود بیشتر بکنه. پس نسبت به این که میگه جرم نیت، چون که مرتبه رو اندازه نیت نسبت به تو همین کار جرمه، چون مرتبه تو خیلی بالا رفته. از این حضرات علما رحمه الله میفرمایند که با خود این زله ها و لفظش های پیغمبرانه هم اطلاق زن بکرد الله استغفر لذنبک وللمؤمنین. نسبت به زن خود زن به اون گناه هم ما با عقیده داریم به پیغمبر گناه نمیکنن، با وجود او در او زله که میآید یا مقام پیغمبری همیشه تقابل برکت همین هم بیشتر او که حکمت جناب مجدد البزاری رحمه الله بیان کردن. بلا مسئله تایی که مرتبه بندگی این طور نشه که خطا بشه نفر در او
و این نفر پیغمبر ببره به مرتبه خدایی معاذ مثل که نصرانی ها و یهودی ها و غیره و غیره این کار انجام وای وجود که عصمت منافی اراده و اختیار پیغمبر نمی باشد. بعضی از الگوها که سابقا بودن و حال هم اون افکار در مابین برخی از جوانها رونق داده میشد که پیغمبر هم بشر بود. همونطوری که بر ما انتقادات میآیند نسبت به افعال ما، از پیغمبر هم بتونیم که انتقاد بکنیم معاذالله. سکولارها و به طریق اونا صحابه انتقاد میکنه، یکی از ابو هریره صاحب، ابن مسعود صاحب، ابن عمر صاحب رضی الله عنهم اجمعین، بلکه انتقاد پیغمبر میکنه. مولودی از گپ زدن که هیچ فرد از انتقاد خالی نیست. یک گپی نسبت به صحابه صریح است که صحابه هم انتقاد خالی نیست. خلافت ملوکیت در رد و جواب حضرت عثمان غنی و حضرت معاویه امیرالمؤمنین رضی الله عنهما نمیشه، هیچ کسی از انتقاد خالی نیست. هر کس و ناکسی میتونه که صحابه انتقاد کنه. از اون مرتبه بالاتر پیغمبر هم بشر بوده و میشه که او هم مورد انتقاد قرار بده. این سخنها هستند در مابین برخی از جاها و در بعض جاها این انتقادات معارضه و پیغمبرها هم صورت میگیرد که پیغمبر معصوم نیست و برخی از شبهات به خورد بعضی از جوانها می‌نهادند که از سابق حضرات علماء کرام رحمهم الله در کتب عقاید، در شروحاتی که بر کتب عقاید هستند، مفسرین، محدثین همگی جواب خود این شبهات دادند. به طور مثال اول به ابوالبشر چنگ بزنند که خداوند تبارک و تعالی نسبت به حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام فرموده که وعصی آدم ربه فغوی. حضرت آدم علیه السلام نافرمانی پروردگار خود کرد و کج رفت، بر راه کج رفت. خود خدا میفرماید که عصی آدم ربه، ولیکن در مورد این موضوع حضرات موضوع خوردن گندم همون شجره ممنوعه هست که هستن، شجره ممنوعه. آیا این منافی با عصمت پیغمبر حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام نمونه؟ بعضی از حضرات متکلمین اسلامی می‌فرمایند که اولا همین موضوع نکنه نهی ها فرق دارد. اینطوریه که هم نهی حرمت تقاضا، نهی به چندین معنا میاد، نهی تشویقیه. ای بچه که من این کار نکن و تو ضرر هست، همین کار به جابون من نکن، تو خود تعلیمی نیست، تشویقی. نهی هست تنزیهی، نامناسب نسبت به حال تو همین کار بکنی، لیکن اینطوریه که حرام باشه. نهی فلان چندین معنی. آده نسبت به حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دو حیثیت. یکی هست پیش از پیغمبری که هنوز پیغمبر نشده. اکثر مفسرین، محدثین، متکلمین همینطور کنند، هنوز پیغمبر نشده بوده جناب حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام. این کار در کجا صورت می‌گیرد؟ در بهشت صورت می‌گیرد. پیغمبر خود به خاطر امت نباشه، به زمین نباشه پیغمبری، بهشت پیغمبری نیست. یعنی به اون که پیغمبر شده باشه باز آمده باشه به این نه، لحاظا این به بهشته. پیش از پیغمبری کار صورت می‌گیرد. چنانچه که خداوند تبارک و تعالی به این اشاره میکنه، به این فرموده که ثم اجتباه ربه فتاب علیه.
خداوند تبارک و تعالی رحمت کرد بر حضرت آدم، اجتبا آن گفت برگزید به عنوان پیغمبر. پس از این حالتش یک زمینه، یک لرزش از پیش پیغمبر صادق شده قبل نزدیک پیغمبر باشه، یا اینکه نه نسیان و فراموشی. گفتم حتی اهل سنت و جماعت رحمهم الله میفرمایند که گناه صغیره میتونه که به نسیان و فراموشی بشه، اما عملا شده نمیتونه. گناه کبیره بالکل شده نمیتونه از پیغمبر صادق، یعنی نمیکنه پیغمبر از خود صادق به هیچ صورت، نه سهوا نه خطا نه عملا مقصدا، به هیچ صورت، نه پیش از پیغمبری نه بعد از پیغمبری. و جناب حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام از پیش اونا فراموش شده. این یک موضوع جزئی بوده، اینه که حرام که بالکل فلان همین که میگم فراموش شده. چرا؟ وقتی خدا میفرماید که فنسی آدم و لم نجد له عزما، حضرت آدم فراموش کرده. بیت قصد و جزم و تصمیم اولی بر مخالفت از نهی خدا نداشت حضرت آدم علیه الصلاة والسلام. یا اینکه گفته میشه که همین موضوعات بعد از پیغمبری بوده باشه، ولی که نهی تنزیهی نسبت به این حالت پیغمبر آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام نامناسب نسبت به حالت ایشان، مرتبه که اینا با خدا داره و با خدا داره نسبت به ایشان نمیتونه نامناسب. لیکن اینطوری که صحیح نبوده، صحیح از قبیل حسنات الابرار سیئات المقربین یادتونه. و یا اینکه خطای اجتهادیه، لا تقربوا هذه الشجره، به همین درخت نزدیک نشید. گاهی اوقات همین حاضا و حاضی و اینها اشاره به نوع میکنه، به نوع به جنس همین درخت نزدیک نشید. اکثر اوقات به شخص اشاره میشه، به همین درخت نزدیک نشید، به همین کپسول نزدیک نشید. خب دیگه کپسول ها اگر استفاده نکنی و برام به همین کتاب نزدیک نشید، در کتاب ها اگر استفاده نکنی برام مرد نکنه صورت ها. خداوند تبارک و تعالی نهی از جنس شجره کرده. جناب حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام همین شخص رو گمان میکنه، لا تقربوا هذه الشجره. پس اگر به افراد دیگه همین نوع نزدیک باشه خطای نداشته باشه. خطای اجتهادی نسبت به مجتهد معقوب چی که صاحب ثواب بشه مجتهد. اگر یک مسئله استنباط میکنه، در این استنباط از خطا و خطا مواجه بشه، بازم کسی یک ثواب مجتهد برسه. از نسبت به پیغمبر و بالکل این چیز نیه که معاذالله کسی به فکر خود کو بیاره که جناب حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کار مخالف پروردگار هم داره. طبق یکی عصایه، یکی عاصی، ولی فرق داره. یکی مرتبه اسمیت که بیان اسم یک نفر همین کار کرده که این و همیش به صفت مسما باشه و موصوف باشه. وقتی که همیشه فعل انجام بده و انجام بده که حضرت آدم عاصی ما این عاصیت که فعل میکنه پیش صورت بده. پس این که خطای اجتهادی باشه، این که نهی تنزیهی باشه، این که قبل از نبوت باشه، اینا همه این صورتهایی که حضرات متکلمین، محدثین و مفسرین رحمهم الله بیان کردن نسبت به این موضوع. اما این که در مورد ما حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهم. بعضی گمان میکنند که جناب حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام
اسم فرزند خود پر عبدالحارث گذاشت. حارث هست اسم شیطان، عبدالحارث سر بنده شیطان. پس این آیه در عملکرد جناب حضرت آدم علی نبی علیه الصلاة والسلام که معاذالله حضرت آدم شرک اسمی کرده و پس از گناه خالی نیه پیغمبر و پیغمبران. سباق و سیاق کلام که مد نظر قرار بده یک تمام از عقل سلیم و از خود تتبع حالات کار بگیرن، بگو تغییر اسلوب یکی از خود فنون کلام عربی که یک دفعه به یک نهج سخن میگن، خداوند تبارک و تعالی و کلام میگن و بارده باز اسلوب تغییر میگن، مثل که اسلوب پیدایش تغییر کنه. یک دفعه از خواب باز بعداً بدون از مادر، باز بعداً بدون پدر و این که با پدر و با مادر اینا همگی آثار و قدرت پروردگاره. این که یک دفعه از خاک و دیگر بار تغییر بده اسلوب از آب مهین، ماه مهین، از نطفه. همین اسلوب‌های در خلقت در کلام هم به این ترتیب اسلوب فرق. بیشتر موضوع جناب حضرت آدم و حضرت حوا، آدم بود حوا نبود، بعدا حوا نبود. بشاید ای که دست کنه لیها سکون آرامش مرد نسبت به میزن پیدا بود و بازن پیدا بود. لیکن بعدا منتقل میشه از موضوع حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام و انتقال اسلوبی و کلامی وجود میآید نسبت به مطلق زوجه. همین زوجه که ما بدون یک قدر چی کردیم، یک قدر احسان کردیم، فرزندی که از اون پیدا میشه این مقدار عبدالعزا نسبت به قصیه مقدار اسم بزرگ عبدالعزا، مقدار اسم بزرگ امام عبدالمناف و ای که عبدالمناف یا فلان و فلان مقدار از این تغییر اسلوبیه که دلائل هم در کتب تفسیر مشاهد میکنه. لحاظ با دامن مبارک حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کدام خدشا و ضرره موجود نمیشه. با این که جوابهای دیگه حضرات مفسرین رحمهم الله دادن. هرچه که نسبت به حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة والسلام رب این ابنی من اهلی، تو خیلی خدا درونی که تو اهل تو رو من غرق نمیکنم، همین بچه منده از اهل من نبی من اهل. و خداوند تبارک و تعالی میفرماید که نوری شدن علیه انه عمل غیر صالح. خدا فرموده که نسبت به الذین ظلموا و ما خطاب نکنه، از من نپیچیده. نسبت به الذین ظلموا پیغمبر حضرت آدم حضرت نوح خطاب میکنه که این ابنی من اهل. پس این گناهشون پیغمبر خراب حق خداوند تبارک و تعالی. ولیکن حضرات مفسرین رحمهم الله میفرمایند که خواندگان فرق دارد. یکی مسئله ظاهره، یکی مسئله حقیقت. این بچه منافقه ظاهرا نم از ایمان به حضرت نوح، لیکن پسر نوح با بدان بنشست تو خاندان نبوتش گم شد. این با بدانش هستن و بالکل عقیده از اونها را گرفته و پیش حضرت نوح دم از ایمان بزن. پس بنی اعتبار این رب نبنی من اهل از اهل من. خدا چی بفرماید؟ حقیقت واقع نیه ای پیغمبر، حقیقت به پیش من که انه لیس من اهله انه عمل غیر صالح. پس به اعتبار ظاهر جناب حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة والسلام دعای میکنه که این نجات بده به خداوند تبارک و تعالی. اینجوریه که بدانه که این کافر و باز هم بخواهد که این نجات پیدا. پیغمبر حتی نه شده،
از اینکه نسبت به او کسانی که کفر و وظیفه و کفر حلال شده نسبت به او استقبال داشته باشد. در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام هذا ربی و به ترتیب هذه اختی بل فعله کبیرهم هذا قصه دروغ گفتم آنها دروغ کسب گناه و چنین و چنان ولیکن این هم صحیحه که بگیم دروغ این اصلا توریه میاد. حالا مازربی ما شما یک صنعت مماشات داره با خشم تا به اندازه رو برو یک دو بر کلام خود زود دارید این بیمه برو قبول گفته تو که صدارا پرستی آها زرد تا بینی باید تو لیکن اگر رب هم شده خدا هم شده که علت از بین بره معلوم بسر جا و بقیمون این قفول کرد که نگاه کنم بریم و این دیوان باید میگه دیشته رو همه عقلت تقاضا نکنه که یک چیزی که قفول داره یک چیزی که غروب داره یک چیزی که از دیده پنهان میشه و میره پایین بلکه به خاطر تو آفریده شده او بپرسه این صنعت مماشات گفته میشه و یکی که آقای رجلی همین اسما میگه پروردگار منه حضرت استفانی معلوم در تغییر آهن همین پروردگار منه که پروردگار شده میکنه یه قبول میکنه یه قلوب میکنه یه جسمه یه جرمه یه با خدمت ما پیدا شده یه با یک حالت میاد نه یک دقیقه بر وجود شده خدا کی میتونه با حادث باشه کی میتونه جسم باشه و یایی که بل فعله هذا کبیرهم الله که نسبت بدید توقف هم نشد بل فعله انجام داده حضرت ابراهیم دست باز کبیرهم الله بود کلام شما هایی میخواهید که یک توبیخ کنه بود کلام نمید بودوال کل نمید بگذارد اینا مصرف رو بین بودن یه بودت دادن با چی بگذارد خود اینا خود برشرمانه بل فعله کبیرهم هذا بلکه بود کلام ایشان اینا رو شکست کنده تا که در مقابل ایشان خیزش نکنه در مقابل بود خیزش نکنه از بودکانی بزرگ شکستونه این بخاطر توبیخ اینا بگه که مطلق نمزمی و حرکت نداره باز ابراهیم بگه و بگرمه که حرکت نداره بعد میکنه که همین پرستش میکنه خود تو میگی گمزوده نمیتونه از خود دفاع کرده نمیتونه از چگونه باید پرستش من همه بخاطر که خشم بگیرن دشمن بگیرن و اون چیزی که او مجبور اقرار بکنه تقریر و خشم نسترا بودنش و همچنین سوالات در این مورد با خیلی هست جناب حضرت لوط علی نبینا و علیه الصلاة والسلام نفرماید و هؤلاء بنات هن اطهر لکم نسبت به کافر بکنید یعنی دختر خود را به کافر عرضه کردن ما با عقیده اهل و جماعت مسلمان ها نمیاد که اولا پیامبر این رو بالکل به فکر کسی نباید بره که عرضه به زنا بکنه که با ازنا حرفا رکنه کنه این بچه ها یعنی که صورت بچه ها که ظاهر بچه نباشه در ایک مرک یا کار نشونه این رو بالکل میاد او یهود معاذ که نسبت به حضرت لوط علی نبینا و علیه السلام کفر نکنه و میگه که با دختران خود معاذ زنا کرد حضرت لوط علی نبینا و علیه السلام تشرفون دائقا یه چیز به ذهن نمیده و این که دختران خود رو عرضه بکنن ناپس که بالکل خود پایین‌ترین درجه ایمانی داشته باشن کی حاضر میگه که او بیا دختر فروشی بکنه یعنی که و زنا او رو ملاوش بکنن
اجبار بکنه اونو بر زنا و اون عرضه بکنه بر زنا چی برسه به اصلح خدا خواه و چی برسه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام و یعنی که هؤلاء بنات یعنی زنها مثل که مردها نباشه فرزندان معنوی پیغمبر مردها زنها هم دخترهای معنوی پیغمبر یعنی زنهای شما که دخترهای ما باشن می باشه پاکتر محل حدثن محل تولید و تواصل نباشد چرا شما از اون استفاده نکنن یا این کنه اولای باید کنیم دخترها قرآن باشه که قرآن موضوع به نگاه میدن بیا به نگاه بگیرم از اون استفاده صحیح بکنم چرا دنبال چیزی که محل استفاده میاد دنبال او شما میره حرام نباشه دنبال او شما میره و این که از موضوع ایمان و کفر مطرح میشه که چگونه دختر مسلمان خود به کافر عرضه میکنه که بیایی به نکاح بگیرم سابقا صحیح بود در شریعت های سابقه چی که در شریعت نبی علیه الصلاة والسلام اولا صحیح تا اینکه باز موضوع حدیبیه پیش میشه همین حضرت زینب دختر نبی الله علیه الصلاة والسلام شوهر از او ابوالعاص بن الربیع نباشه داماد نبی الله علیه الصلاة والسلام که بچه خانه با هم دیگر لیکن کافر بود دیگه شوهر و جنگ بدر اسیر شد و یک سریه دیگه اسیر شد او فرار نده و گریخت یعنی تا به 6 سال یا 4 سال جناب حضرت ابوالعاص بن الربیع کافر بودن بعدا باز به شرف امام مشرف فردها الیه بالنکاح الاول اشبه نکاح اول دورا به جناب حضرت ابوالعاص بن الربیع یا به مثل نکاح اول به جناب حضرت ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه واسطی به شرف امام مشرف هر چیزی که نسبت به پیغمبرها علیه الصلاة والسلام گفته میشه یا همگی یعنی که عصمتتون رو بیار تحت سوال قرار بده عصمتتون رو بیار تحت چالش قرار بده اعتراض بر پیغمبر خود او کفر سبب کفر یک نفر پس ما باید این که جوانهای ما تحت تاثیر افکار غربی مستشرقی و نوپا قرار بگیرن و خود رو دور بدن از کتابهایی که کتابهای دینی و محدثین و مفسرین و علمای اسلام صدر سابق نوشته کرده و اینکه باز هم دیگه آقایات هم هستن اونا رو میگذاریم که در سرکیده که انشاءالله چاپ شد بخیر خود شما مطالعه بکنید همه کتابها و نوشته و صلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعین